شاه جلال باشو کوه بی زوال. شلوم دوستای عزیز، برادرها و خواهرها، امیدوار هستم خوب و خوش و سرحال باشین. از محبت و فیض خدا بهره‌مند بودن. نعمات و برکات خدا همیشه در زندگی شما سرازیر شود. دوستای عزیز، بازم با یک برنامه جدید از تلویزیون اینترنتی مسیحیان افغان در خدمت شما قرار دارم. دوستای عزیز، و برنامه امشب ما درباره یک موضوع جدید از کتاب مقدس است که برنامه بین 5 تا 10 دقیقه را در بر میگیره. امیدوار هستم تا پایان برنامه با ما یک جا باشین. دوستای عزیز، برنامه امروزی که ما داریم او مصالحه و آشتی کردن با انسان ها است. دوستای عزیز، پس ما میایم دوستای عزیز درباره از این موضوع مصالحه و آشتی کردن با انسان ها از کلام خداوند از متی فصل 5 از آیه 21 از آیه 23 تا به آیه 26 آخر آیه 26 با شما میخوانیم. در اینجا گفته شده دوستای عزیز: پس اگر نظر داری و میخوای گوسفند در خانه خدا قربانی کنی و همان لحظه به یادت آید که دوستت از تو رنجیده است، گوسفند را همانجا نزد قربانگاه رها کن و اول برو و از دوستت عذرخواهی نما و با او آشتی کن. آنگاه بیا و نظرت را به خدا تقدیم کن. هرگاه کسی از تو شکایت کند و تو را به دادگاه برد، کوشش کن پیش از آن که به دادگاه برسید و قاضی تو را به زندان بیندازد با شاکی صلح کنی، وگرنه در زندان خواهی ماند و تا دینار آخر را نپرداخته باشی بیرون نخواهی آمد. دوستان عزیز، در اینجا ما شما میبینیم که کتاب مقدس درباره صلح و آشتی کردن با مردم، مصالحه کردن با مردم بسیار جدی است و در اینجا عیسی مسیح میفرماید و میگوید که شما اگر میخواین که حتی در او وقت در پیش مردم بسیار این مسئله نظر که یک گوسفند یا چیز را برن و خدا قربانی کنن و یا نظر بتن بسیار مهم است و از جمع عبادات بسیار مهم در او وقت پنداشته میشد. پس در اینجا عیسی مسیح میگه حتی همون نظر و همون قربانی یا همون چیزی که به خدا میخوای تقدیم بکنی که از نظر شما خیلی مهم است و خداوند اون را میپسنده، وقتی یک کسی یک چیز را به خداوند هدیه میده خیلی مورد پسند خداوند است. حتی میگه مو کار را میکنی و یادت میاد که با کسی مشکل داری یا با کسی تو خفه هستی، اول میگه برو به نزد شخص و مشکلت را حل بکو و بعد از او بیا این نظر و قربانی ت انجام بده. چرا که نظر و قربانی تو که بسیار یک هدیه بزرگ است به نزد خداوند، این مورد پسند خدا قرار نمیگیره اگر کسی از تو خفه باشه، اگر کسی از تو ناراضی باشه. میگه برو از او دوستت عذرخواهی بکن، نه برو از او عذر بخوای. اگر گناهی هست یا نیست برو از او عذر بخوای و او را برش بگو که مرا ببخش. و اینجا نگفته که دوستت مسلمان باشه غیر یا مسیحی باشه غیر مسیحی باشه، این نگفته. و هر کس مسلمان، هندو، سیک و حتی مسیح خودت اگه باشه، هر کسی که باشه میگه به نزد از او برو عذرخواهی کو، با او آشتی کو و بعد از او بیا این نظرت به دربار خداوند تقدیم بکو. دوستای عزیز، پس در اینجا ما و شما این موضوع رو بسیار میبینیم دوستای عزیز که موضوع مصالحه و آشتی و صلح در بین انسان ها خیلی برای مسیحیت مهم است. اولی که هیچ عبادت در اینجا مطابق به یک میبینیم نسبت به یک که بری با کسی که دوستی کنی، صلح کنی، آشتی کنی، مصالحه کنی مهمتر نیست. هر عبادت از که کنار بگذار، برو عذرخواهی کو، برو مصالحه کو، آشتی کو و صلح بکو و فرق نمیکنه که او کی است، از کدام دین است، کدام مذهب است، برو از او عذرخواهی بکو و از او مثلا تو عذر بخوای و برو با او صلح و آشتی بکن. البته در اینجا موضوعی که ما میخوایم ذکر بکنیم اویی از دوستان عزیز که مگر مثلا یک کسی از ما خفه است که تو چرا مسیح شدی، در اینجا یای کلام خدا نمیگه که تو برو به نزد از او را بگو خیلی از مسیحیت ما دست میکشیم تو دیگه خوش شو این امرای ما مصالحه کن، ما عذر میخوایم که مسیح شدون. به این منظور نیست، یا هر موضوع دیگه که باشه رفت که بر مخالف کتاب مقدس باشه، بلکه در اینجا مسیحیت میگه که برو بر از او بگو دوست من مسیح هستم و شاید این باعث آزردگی تو شده باشه، ولی من مسیح هستم و آمدیم امروز و میخوایم با تو صلح و آشتی بکنم و مثلا من نمیتونم مسیحیت خود که نجات ابدی است بگذارم، ولی با تو دوست هستم، با تو هیچ مشکل ندارم، امیدوار هستم اگر تو آزرده شدی دیگه از این آزردگی دست بکش و با من دوباره دوست شو. پس در اینجا ما میبینیم که مسیحیت گفتیم که در اون وقت بزرگترین عبادتی که بود یعنی دادن هدیه و نذر و قربانی به خداوند بود. گفته او آمد تا مهم نیست قبل از اینکه کار بکنی اگر میخوای مورد پسند خدا و عبادات و طاعتت قرار بگیری اول برو صلح و آشتی و مصالحه بکن. شما امروز بریم دوستان
دوستای در مملکت‌های اسلامی ببینین که چی حال است. در اما هر کدامش که میرین شما، مثلا مردم میگه دبی مثال میته، خب برو دبی ببین با قطر چی حالت دارن، اونا چطور در جنگ و دشمنی هستن. عربستان مثال میتن آرامیش، ما نمیگیم با ایران ببین چی حالت داره، با یمنی‌ها چی حالت داره، با کشورهای دیگه چی مشکلات دارن. متوجه شید هر کشور اسلامی را که شما میگین در این حالت هستن. پس صلح و آشتی و مصالحه در اسلام اصلا وجود نداره. حتی که میگه مسلمان ها برین بین خود مصالحه بکنین، او هم یک مسئله دروغ است. چرا که ابوبکر و عمر و عثمان و علی با هم دیگر مصالحه کردن نتونستن، علی و معاویه با هم مصالحه کردن نتونستن، مثلا عایشه و فاطمه با هم مصالحه کردن نتونستن، یزید و حسین با هم مصالحه کردن نتونستن، تا به امروز شیعه و سنی با هم مصالحه کردن نمیتونن. محمد خودش حتی با اشخاصی که در داخل دین اسلام بود مصالحه کردن نتونست، حتی با مسلمانای خود چه رسه به کسای دیگه. ولی در مسیحیت ما این مشکل نداره. موضوع دیگه که در اینجا ذکر شده، میگه کسی از تو شکایت داره، میگه تو نگو که برو بانش شکایت بکنه، نه، میگه برو صلح کو، آشتی کو، مصالحه کو، یک راه حل برش پیدا کو تا اون مشکل حل شه و بر تو یک جنجال بزرگ پیدا نشه. یعنی حتی کسی اگه از تو شکایت داره برو یک راه حل برش پیدا کن. پس ما مسیحا به دنبال صلح و آشتی و مصالحه هستیم، ما به دنبال جنجال نیستیم و ما میخوایم قبل از اینکه یک موضوع به جنجال بکشه، به دعوا بکشه، بر از یک راه حل پیدا بکنیم. البته راه حل که مخالف به کلام خداوند نباشه. پس دوستان عزیز، ما و شما دیدیم تعلیم مسیحیت درباره مصالحه، آشتی و صلح یک تعلیمی است که با همه انسان ها بدون در نظر داشت که کی هستن، از کدام دین و عقیده و بک‌گراند و پیشینه هستن، با همشان مصالحه و آشتی میکنیم و این مصالحه و آشتی و مثلا آشتی را ما بزرگتر از هر عبادت دیگه میدانیم و در عین حال ما قبل از اینکه بریم و یک مشکل ببینیم یک مشکل به بنبست میکشه، بر از یک راه حل پیدا میکنیم، راه حل مطابق به کتاب مقدس و با او شخصی که با ما مشکل داره و رو مشکلی که وجود داره یک راه حل مناسب را پیدا میکنیم از طریق صلح و آشتی و مصالحه. پس مسیحیت تمرکزش بر مصالحه و آشتی و همچنان صلح بسیار جدی هست و مسیحی یک مسیحی گاهی نمیتونه که با کسی همیشه بر همیشه در جنگ باشه، در جدال باشه و از صلح و آشتی و مصالحه حذر بکنه. پس و ایست که با جنجال و دعوا ادامه بده و راه حل بر از پیدا نکنه. تشکر دوستان عزیز، امیدوار هستم که برنامه هم بر شما مفید واقع شده باشه. تا برنامه بعدی هم شما را به خداوند و نجات دهنده ما یسوع مسیح میسپارم. یسوع مسیح همراه شما باشه. آمین.